ملت ما، مردم ما، تاجیکای ما، پارس های عزیز و دوستداشتنی ما، بسیاری از شما میگین که اگر مسعود می بود، اگر سلمان فارسی می بود، اگر ابو مسلم خراسانی می بود، اگر سهراب می بود، اگر کوروش می بود، اگر این می بود، اگر آن می بود، ما در این حالت نمی بودیم. غافل نشین. سبب ای که ما در این حالت هستیم نبودن از اونا نیست، اما خواب بودن ما و شماست. از خواب بیدار شوین. در هر جایی که خواسته باشین قرار میگیرین. ما به اقتدار خود میرسیم. ما آزاد میشیم. ما متحد و یک دست میتونیم شویم، به شرطی که بیدار شویم و کار کنیم و زحمت بکشیم و فریب کسی رو نخوریم. تاجیکان تمام دنیا و پیش.